سلام دوستان، خوش اومدید به سری سوالای SQL. امروز دارم قسمت پنجم رو رکورد میکنم. سوالامون رفته داره سخت‌تر میشه. امروز قرار دو تا سوال میدیوم رو با هم دیگه حل کنیم. امروز دو تا سینتکس جدیدی رو قرار یاد بگیریم که یکیش if هست و یکیش دیگه هست having، که توی ویدیو امروز قرار بهتون توضیح بدم که اینا رو چرا و کجا استفاده میکنیم. پس بیشتر از اینکه وقتتون رو تلف کنم، بریم سراغ ویدیو. خب دوستان، بریم که سوال اولمون رو حل کنیم. سوال اولمون هست managers with at least 5 direct reports. مثل همه سوالا اول نگاهی به تیبلامون میندازیم. تیبلمون اینجا که فقط یه دونه هست فکر کنم، ایمپلوی هست، آیدی با تایپ اینت، نیم با تایپ varchar، دیپارتمنت با تایپ varchar و منیجر آیدی با تایپ اینت. در واقع اینجا لیست ایمپلوی هایی هست که یه دونه آیدی خودشون رو دارن و یه دونه کسی که احتمالاً بهشون مثلا ریپورت داده که به عنوان منیجر آیدی نوشته کنارش. Write a solution to find a manager with at least 5 direct reports. Return the result. Table in any order. باز order اینجا مهم نیست. The result form is in the following example. در واقع اینجا ازمون میخواد که ایمپلوی هایی رو برگردونیم که 5 تا ریپورت گرفتن و احتمالاً توی منیجر آیدی قبل اون رو مشخص کنه به ما. اگزمپلمون رو نگاه کنیم. آیدی ها رو داریم که 101 102 و به پایین میرن. اسم رو داریم، دیپارتمنت رو داریم و از همه مهمتر منیجر آیدی رو داریم که برای مثال اینجا جان هیچ منیجر آیدی بهش ریپورت نداده، ولی مثلا میبینیم که به دن و جیمز و امی و انه و رون 101 ریپورت رو داده که همون جان هست. پس در واقع ما باید توی تیبل جان رو برگردونیم، چون که مشخصا جان اینجا یک منیجر هست و به 5 تا زیر گروه خودش در واقع یه ریپورت رو داده. میبینیم که اینجا فقط برای ما نیم کافیه. همونطور که تقریبا شاید بتونید حدس بزنید، اینجا هم قراره سلف جوین انجام بدیم. قبلا گفته بودم سلف جوین یعنی چی؟ یعنی اینی که یه تیبل رو با خودش جوین میکنیم که این کاربردهای خیلی متفاوتی داره و خیلی به درد ما میخوره. پس اینجا سلکت رو میکنیم که فعلا نمی‌نویسیم که سلکت چی میکنیم، حالا بعدا اینو اوکی میکنیم. from employee که اولیشو میکنیم آ، که فقط کافی که این کارو بکنیم. بعد یه دونه امپلوی دیگه مینویسیم و اینو میکنیم به. در واقع اینا دوتاشو سلکت کردیم. باید اینجا فقط جوینشون بدیم که جوین برای اینکه بشن باید کاندیشنش رو بزنیم که اینجا کاندیشنمون هست آی آیدی برابر است با بی منیجر آیدی. حالا این یه دونه ران کنیم که من نشون بدم که چرا آیدی اولی رو با منیجر آیدی دوم انتخاب کردیم. همونطور که اینجا میبینید جان 1 2 3 4 و 5 بار تکرار شده و دقیقا هم برای ما این نیازه. حالا چرا جان اینجا 5 بار نیاز شده؟ در واقع کاری که ما اینجا میکنیم، میایم میگیم که این اولی آیدی رو با اون منیجر آیدی دومی جوین کن و تو این منیجر دومی ما میبینیم که 5 تا جان داریم و اینجا هم با جان اصلی قرار اینها رو به هم دیگه وصل کنه و در واقع جوری قرار بشه که ما بتونیم که ببینیم که مثلا به دن و جیمز و امی و انی و رون کی این دایرکت رو داده، کی این ریپورت رو داده و اینجا این جوین اتفاق افتادنی ما کاملا میتونیم که اینو ببینیم. حالا تنها کاری که برای ما نیازه اینه که اولا نیمه رو سلکت کنیم و دوما بتونیم بگیم که خب حالا اینا رو انتخاب کردیم، ولی باید اینا رو کانت کنیم و بگیم که اگر بیشتر از 5 تا باشه برگردونه. چون خب اینجا 5 تاست مشکلی نداره، ولی احتمال داره که مثلا توی بقیه کیسامون مثلا یه دونه باشه که 3 تا باشه. خب ما اونو نباید برگردونیم، چون اینکه می‌بینید که گفته که at least 5 دایرکت ریپورت، یعنی باید حداقل 5 تا دایرکت ریپورت داشته باشه. برای این میتونیم گروپ کنیم، یعنی بگیم که اینا رو با حسب آیدیشون گروپ کن، که حالا اینجا گروپ آ رو انتخاب میکنیم. اینجا هم از ما نیم خواسته، پس خیلی راحت میتونیم بیایم یه دونه نیم رو اینجا سلکت کنیم. تنها کاری که برای ما موند اینه که فقط بگیم که بالاتر از 5 تا باشه. یه قضیه که وجود داره توی SQL اینه که شما نمیتونید بنویسید where مثلا count، حالا اینجا بنویسیم مثلا یوزر آیدی، حالا یوزر نوشتیم. دلیل این کار اینه که با ور این اتفاق نمیتونه بیفته و برای این کار یه دونه هاوینگ رو گذاشتن که شما برای اینکه بتونید این کار رو بنویسید باید هاوینگ رو بنویسید. و اینجا هم تنها کاری که کافیه بکنیم اینه که اینجا فقط هاوینگ رو بنویسیم و بگیم که آیدی بیشتر و کوچکتر از 5. حالا اینو اگر ران کنیم قرار ببینید که بدون هیچ ایرادی قراره کار کنه این کیوریمون. حالا یه دونه هم سابمیت میکنیم که ببینیم تمام کیس ها رو پاس میکنه یا نه. ولی خب تنها چیزی که اینجا باید، یعنی توی این سوال بیشتر برامون مد نظره که یاد بگیریم، اولا سلف جوینه که خب حالا قبلا سلف جوین حرف زدیم و اما مهمتر از همه اینجا هاوینگه. یعنی وقتی که یه دونه اینجا به اصطلاح اگریگیشن میاریم که این میتونه اوریج باشه، کاونت باشه، باید کنارش هاوینگ رو بیاریم. یعنی نمیتونیم ور رو بیاریم، اگر ور رو بیارید به شما سینتکس ارور میده. حالا اینو فهمیدیم، بریم سراغ سوال بعدیمون.
دوستان بریم سوال بعدیمون رو حل کنیم. این سوالمون هست confirmation rate. تیبلمون رو نگاه کنیم. دو تا تیبل داریم، تیبل ساین اپس و کانفرمیشن، که توی تیبل اول یه دونه یوزر آیدی با اینت، تایم استمپ با دیتا تایم، و توی تیبل دوم هم یوزر آیدی با اینت، تایم استمپ با دیتا تایم و اکشن با اینام رو داریم. حالا اینا هم شاید ندونه وضعیت چی هستن. اینا هم به اصطلاح حالا توی شاید زبان برنامه‌نویسی هم قبلا کار کرده باشید. در واقع یه حالت استیت هایی رو برای ما به وجود میاره، یعنی اینجوریه که نه حالت مثلا اینتجر داره نه حالت اینت داره، یه چیزی ما بین اوناست. در واقع مثلا میایم میگیم که اینا مثلا کالر رد بلو گرین، و در واقع حالت های مختلف رو میتونیم اونجا لیست کنیم. که برای اینجا حالا احتمالاً اگر نگاه کنیم از confirmed و تایم اوت استفاده کرده. در واقع دو تا استیت متفاوتیه، یعنی یا تایم اوت قرار باشه یا confirm قرار باشه. حالا بریم ببینیم که سوال از ما چی میخواد. The confirmation rate of the user is the number of confirmed message divided by the total number of requested confirmation message. در واقع از ما اینجا میخواد که confirmation rateشون رو بگیریم، یعنی اینه که چند بار کانفرم شدن و چند بار کلا سعی کردن که این ریکوست رو بدن. The confirmation rate of a user that did not request any confirmation message is 0. یعنی اگر 0 باشه به احتمال زیاد ما قراره 0 رو برگردونیم. Round the confirmation rate to decimal places، که حالا قبلا هم یادتون باشه راند رو بهتون نشون داده بودم که توی اولی به اصطلاح ولیومون رو میذاریم اونجا، و توی دومی هم مشخص میکنیم که تا کدوم اعشار میخوایم اینو گردش کنیم، که خیلی هم ساده است، کار پیچیده‌ای نداره. return table in any order، اوردرمون واسه اینجا مهم نیست. حالا اگزمپلمون رو نگاه کنیم. تو اگزمپل میبینیم که توی ساین اپس به ما یوزر آیدیا رو داده و مثلا حالا تایمی رو داده که ساین اپ کردن. توی کانفرمیشن تیبل هم گفته که کی اقدام کردن، ریکوست دادن، کی این اتفاق افتاده و تایم اوت شده یا کانفرنس شده. حالا اینجا ساین اپس رو ما فقط برای این دلیل میخوایم که بدونیم که مثلا برای مثلا اینجا عدد 6 رو میبینیم که توی ساین اپس هست و جزء یوزرهای ما، ولی مثلا توی کانفرنس تیبل 6 رو نداریم، پس ما با اینجا 6 رو صفر برگردیم. یعنی در واقع اگر ساین اپ تیبل رو نداشتیم نمیتونستیم بفهمیم که کیا کلا ریکوست دادن، و کاربردش هم همینه و ما اینا رو قرار جوین کنیم. و بهتره که لفت جوین کنیم، چون لفت جوین کنیم اینا رو جلوشون نل میبینیم و میتونیم از اون نل ها استفاده کنیم که صفر رو برای اینا برگردونیم. خب دوستان، قبل اینکه بریم و این سوالمون رو حل کنیم، توی این سوال من از ایف استفاده کردم. حالا احتمال داره که روش‌های مختلفی واسه نوشتن کوئری وجود داشته باشه، ولی چون من از ایف استفاده کردم یه خلاصه ای هم از اینجا ایف بهتون نشون میدم که ببینیم که حالا ایف هم چیه. حالا اینجا سایت W3 Schools رو باز کردیم که خیلی سایت خوبیه واسه نگاه کردن به سینتکس های SQL و خیلی خوب میتونید اینجا یاد بگیرید سینتکس های مختلفی رو که معمولا یه دونه مثال هم بهتون میدن و توضیح میدن که حالا این سینتکس به چه دردی میخوره. من خودم از این سایت خیلی کمک گرفتم و توصیه میکنم که یه نگاهی به این سایت داشته باشید. لینکش رو توی دیسکریپشن هم براتون میذارم. اینجا اگه نگاه کنید که میگه مثلا select if اگر 1000 کوچکتر، اگر 500 کوچکتر از 1000 هست 5 و 10 نوشته. حالا اینا به چه معنی میاد توی if؟ که حالا اینه توی زبان‌های برنامه‌نویسی مختلف هم با روش نوشتاری مختلفی وجود داره، مثلا توی سی هم زبان برنامه‌نویسی هم این وجود داره. کاری که این میکنه اینه که میاد میگه اگر این کاندیشن بهش میدیم، مثلا یعنی یه دونه شرط بهش میدیم و میگه که اگر این شرط درست باشه اولی رو انتخاب کن و اگر شرط درست نباشه دومی رو انتخاب کن. یعنی اینجا میبینید که چون 500 کوچکتر از 1000 هست واقعا به ما 5 رو برمیگردونه، ولی اگر مثلا 500 کوچکتر از 1000 نبود، مثلا میتونیم اینجا اینو 1500 بکنیم، قراره ببینید که به ما 10 رو قراره برگردونه، چون 1500 کوچکتر از 1000 نیست. در واقع اگر درست هست اولی رو به من برگردون، ولی اولی رو، اگر درست نیست ولی دومی رو به من برگردون. و این برای ما اینجا به سادگی میتونید این ایف رو استفاده کنید. توی SQL هم خیلی جاها، حالا شخصا من خودم این ایف رو برای گرفتن همین ریت استفاده میکنم، چون توی ریت در واقع اگر مثلا میگیم که یک کاندیشن ترو باشه مثلا به ما یک رو برگردون، اگر کاندیشن ترو نباشه به ما صفر رو برگردون. و این اتفاقی که میفته اینه که کل کانت رو به دست میاریم و کانتی که کاندیشنمون رو میت کرده رو به عنوان یک وقتی برمیگردونیم، میتونیم اوریجش رو به راحتی بگیریم. حالا توی این سوال هم قرار نشون بدم و بهتر بفهمید که منظورم چیه. پس بریم که سوالمون رو سینتکسش رو بنویسیم. حالا من قبلا یه بار اینو تست کردم که کدمون کار میکنه یا نه اینجا. فقط کافیه برای این کدمون اولین کاری که بکنیم اینه که حالا اینجا سلکت رو انتخاب میکنیم کامل و بعد میایم تیبل اولمون که هست ساین اپس رو انتخاب میکنیم. ساین اپس از حالا اینجا اسم نویسم، بعد اینو بهتره که لفت جوین کنیم به تیبل دوممون که هست confirmation. از حالا من سی میکنم آن که حالا جوین کاندیشنمون رو بگیم که اس یوزر آیدی، هر دوتاش هم باید یوزر آیدی باشه برابر است با سی یوزر آیدی.
حالا این رو اگه ران کنیم قرار ببینید که این تیبل هامون با هم دیگه جوین شدن. تنها کاری که برای ما موند اینه که کاری بکنیم که اوریجش رو بگیره، یعنی اگر مثلا کانفرمد هست یک حساب کنه، اگر تایم هات هست صفر حساب کنه و کل رو تقسیم بر تعداد، یعنی کانفرم رو تعداد کانفرم تقسیم بر تعداد کل بکنه. حالا کاری که اینجا کافیه بکنیم، اگر اینجا نگاه کنیم که ما فقط کافیه یوزر آیدی رو برگردونیم. حالا اینجا ما میایم که یوزر آیدی اس رو برگردونیم که اون حالا خیلی کار ساده ای هست و حالا اینجا قراره که از ایف استفاده کنیم و حالا یه دونه ایف رو من به صورت خالی اینجا براتون بنویسم چون حالا ایف خالی به دردمون نمیخوره، ولی اینجا فقط کافیه که بنویسیم سی اکشن. حالا اینجا اگه نگاه کنید اکشنمون که کانفرم و تایم زیرش قرار داره، اگر سی اکشنمون برابر است با کانفرمد به ما یک رو برگردون، اگر نه صفر رو برگردون. و حالا اگر این رو ران کنیم قرار ببینیم که برای بعضی ولیوم که ترو هست یک رو برمیگردونه، مثلا آره اگر نگاه کنیم مثلا اینجا 7 1 1 برگردونده، 2 0 برگردونده، 2 1 برگردونده. و حالا کاری که برای ما موند اینه که بیایم اوریج این رو بگیریم. پس یه دونه بیرون این استیتمنتمون یه دونه اوریج می نویسیم که یه دونه اینو الان ران کنیم قرار ببینیم که اوریج رو قراره برای ما بگیره. البته مشکلی که اینجا داره اینه که گروپ کردن یادمون رفته به اوریج کلش رو گرفته. اگر اینو یه دونه گروپ بکنیم، گروپ با اینجا باید یوزر آیدی رو گروپ کنیم. حالا ران کنیم قرار ببینید که اوریج رو قراره به ما برگردونه. بله اوریج رو به ما برگردوند. تنها کاری که نیازه بکنیم اینه که اینو راند کنیم چون به ما گفت که باید راند بشه به دوتای آخری، به دو اشار، یعنی که اینجا یه دونه دو میذاریم، میبندیم این رو، حالا ران میکنیم که وارد کار کنه. حالا یه اروری داریم. این اروره اینجا برای ما چی هست؟ اینه که آها اگر نگاه کنید اینجا راند رو ما همینجوری برگردونیم، ولی خب از ما خواسته که با کانفرمیشن ریت برش گردونیم. حالا اینو کانفرمیشن ریت کنیم بدون مشکل قراره این کیوریمون کار کنه. آره کیسمون رو پس کرد. حالا یه دونه سابمیت کنیم که ببینیم اگه هم تمامی کیسامون رو هم سابمیت میکنه، پس میکنه یا نه، که میبینیم بله همه کیسامون سابمیت کرد. این هم از سوال کانفرمیشن ریتمون بود. خب دوستان رسیدیم به آخر ویدیو. امروز دو تا چیز یاد گرفتیم که یکیش هست if و having که گفتیم حالا if conditional statement هست، یعنی اگر true باشه به ما یک رو برمیگردونه، اگر نه صفر رو. و having هم یه چیزی که دقیقا مثل where عمل کرد داره، فقط با اگریگیشن هامون قرار استفادهش بکنیم. امیدوارم که یه چیزی رو از ویدیوهای امروزمون یاد گرفته باشید. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار دوستان.